یکم رای عثمانم سلام علیکی کنیم. عثمان ما چطور قندول متعجزه است. ماشاءالله. عثمان جان. علیکم سلام، صبح شما هم بخیر. خوب هستی؟ الحمدلله خوب هستم، تو چطور هستی؟ شکر خدا ما هم خوب هستیم. به دوستا سلام نمیدی؟ خدا معرفی هم میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام، درود و صبح بخیر خدمت شما مجری موفق برنامه و تمام بنده های عزیز و ارجمند. آرزو میکنم که اکسو بالی را آغاز کرده باشید. محمد عثمان نوری هستم در خدمت شما. تشکر میکنم. ما بسیار خوشحال هستیم که بچه با استعداد مثل خودت امروز مهمان ما هسته. عثمان جان چی میخوانی امروز به دوستا؟ دو تا شعر، یک موضوع انگیزشی. کدامش زیاد خوش داری که به دوستا تقدیم کنی؟ شعره یا موضوع انگیزشیه؟ کدامشه؟ کلشه. کلش خب وقت نمیمونه. یکیش بیا انتخاب کو. یکیش اول شعر تا بخون. اول شعر ما. صد بوسه زنم خاک قدم های پدر را، بر دیده کنم منزل ماوای پدر را. صد رنگ کشید روز تمام از پینانه، وای صدقه شوم ابله دستان پدر را. چون کعبه طوافش بکنم در همه هستی، پوره نکنم خدمت رنج های پدر را. ماشاءالله. تمام شد؟ ماشاءالله. و بگیم که محمد عثمان جان تا حال مکتب هم نمیره، یعنی همه چیزا را از کی یاد گرفتی؟ مادر جان یادت داده، پدر جان یا کدام خواهر برادر کلان داری؟ کی برات یاد داده؟ مادرم که پدرم. خب